اوونا از فامیلیای قدیمی کازرونن. قدیم زندگی ها اینجوری نبود. بچه محلا از حال هم دیگه خبر داشتیم. اوکی کوکا are you okay face؟ Lovely. Well, thank you very much, Jana Pan. انگشت من خیلی سر همین علی آقا منو والیبال نمیبره. اگه من بازیکن پرسپولیس نبودم الان علی آقا قند خونش رو 8 بود. این عکس حبس داره دیگه. حبس داره. کدوم زندان؟ زندان آرپرسانس. چرا بهت میگفتن بهروز کاستا این کورتا؟ آقای شکل من بود آخه. ایشون شکل بله. من عاشق آقای دایی ام. ببین هر چی بذارم میذارم تو ده. بهروز از این آدمه که این دو تا اصرار بهش می‌کنه همه چیزو لو میده. چرا به تومت میزنی صورت میارم؟ کمیته انضباطی. من و علی مشتری پرابوقرس این اتاق بودیم. اینا هم نمیگفتن خودمون میرفتیم. چقدر بد آموزی خیلی منو شطرنجی کنید دیدم. بگما لنز گذاشتی؟ ایشون منو اخراج کرد از پرسپولیس. تقریبا پرسپولیس رو نابود کردن. دستشون درد نکنه. زبونم تون نیست. واقعیت برای بعضیا تون. با احساسات مردم بازی نکنید. مردم یه دلخوشی کوچولو دارن، اونم ورزش، اونم فوتباله. ای مایکل اوون، ای مایکل اوون. جام آرزوها با همکاری فدراسیون فوتبال ایران و توریسم قطر.